با سلام خدمت همراهان عزیز. امروز در این ویدیو میخوام پروسه اکسپرس انتری کانادا رو براتون توضیح بدم. پروسه اکسپرس انتری یا ورود سریع یا همون جذب نیروی کار متخصص از سال 2015 شروع به کار کرد. قبل از سال 2015 اسم این پروسه اسکیل ورکر یا همون جذب نیروی کار متخصص بود. در اون سالها، یعنی سالهای قبل از 2015، شرایط برای اقدام توی این پروسه خیلی راحت تر بود. افرادی که یک حداقل مدارک تحصیلی رو داشتن مثل دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، با یک مدارک زبان تقریبا متوسط مثل آیلتس CLB 5 یا CLB 6 توی ناک‌هایی که مورد نیاز بازار کانادا بود اقدام می‌کردن و PR و اقامت کانادا رو دریافت می‌کردن. ولی از سال 2015 دولت کانادا این سیستم رو تغییر داد. اول اینکه اسمش به اکسپرس انتری تغییر پیدا کرد. از طرفی سطح امتیازها و رزومه‌ای که افراد باید اقدام کنن برای این پروسه خیلی افزایش پیدا کرد و کلاً پروسه سخت‌تر شد. در حالت کلی پروسه اکسپرس انتری به 4 گروه اصلی تقسیم میشه. یکی FSW یا فدرال اسکیل ورکرها، دومی FST یا فدرال اسکیل ترید ها، سومین مورد CEC یا Canadian Experience Class یا همون تجربه کانادایی، تجربه کار کانادایی. گروه چهارم هم PNP ها یا نامینیشن های استانی و برنامه های استانی. مورد اول و گروه اول FST یا همون فدرال اسکیل ترید ها شامل دسته‌ای از افراد میشه که برای استانهای مختلف کانادا اقدام میکنن برای PR یا اقامت. دولت کانادا به استانها این اجازه رو میده هر ایالتی نسبت به نیاز بازار کاری خودش افرادی رو از خارج از کانادا برای کمبود و جبران این کمبود در بازار نیروی کاری خودش استخدام کنه. کسانی که برای این دسته از این گروه از اکسپرس انتری اقدام میکنن باید ناک‌های شغلی و یا تجربه‌ای که توی کار دارن در ناک‌های فنی باشه. به عنوان مثال کسانی که قصاب هستن، کشاورز هستن، رانندگان پای یک، رانندگان ماشین‌های سنگین، افرادی که در زمینه‌های فنی تجربه کاری دارن و الزامات این اشخاص برای اقدام برای این دسته اکسپرس انتری حداقل داشتن یک زبان CLB 4 یا 5 به بالا هست، حداقل 2 سال سابقه کاری در زمره همین شغلی که داشتن در 5 سال اخیر در همین شغل‌های فنی و از همه مهمتر گرفتن یک جاب آفر از یک کارفرمای کانادایی که کارفرما حداقل به اندازه 1 سال به متقاضی جاب آفر و آفر کاری رو بده و شخص بتونه بره کانادا و مشغول به کار شه و بعد از اون 1 سال و امتیازاتی که کسب میکنه از طریق این گروه PR و اقامتش رو در کانادا میگیره. گروه دوم گروه CEC یا تجربه کار کانادایی هست. این گروه هم خیلی عرف و خیلی باب هست توی کانادا برای کسانی که اینترنشنال هستن. مخصوصا این گروه شامل کسانیه که حداقل 1 سال سابقه کاری در خاک کانادا دارن. به عنوان مثال خیلی از دانشجویان ما که برای پروسه تحصیلی وارد کانادا میشن بعد از اتمام دوره تحصیلی وارد حوزه تخصصی کاری خودشون میشن، از یک کارفرمای کانادایی کار میگیرن، 1 سال مشغول به کار میشن و بعد هم از همین طریق اقدام به PR و اقامت میکنن. حتی همسر دانشجو که همزمان با دانشجو و در حین تحصیل همسرش اجازه کار و ورک پرمیت رو داره میتواند 1 سال توی یکی از شرکت‌های معتبر استخدام شه و مشغول به کار شه و بعد هم درخواست PR بده. نکته‌ای که اینجا مطرح میشه توی این پروسه دانشجویانی که در حین تحصیل دارن کار میکنن این کار شامل حال این پروسه نمیشه. کار باید تمام وقت باشه، خارج از تحصیل باشه و در یکی از شرکت‌های معتبر و کار به صورت کاملا رسمی و شرکتی باشه. کارهای جنرال شامل حال این پروسه نمیشن. مورد سوم پروسه های PNP یا همون نامینیشن های استانی هست. توی این پروسه هم هر استان و هر ایالت نسبت به تقاضا برای نیروی کاری که داره توی هر رشته‌ای متقاضیان خودش رو از افرادی که خارج از کانادا یا داخل کانادا هستن اقدام میکنه برای گرفتن و جبران کمبود نیروی کار توی اون بخش ها.
توی قسمت PMP یا استانی ها ایالت با ایالت شرایط و امتیازها متفاوته. به عنوان مثال برنامه PMP ساسکاچوان با برنامه PMP بریتیش کلمبیا، اونتاریو و که ایالت‌های مختلف متفاوته و هر ایالت یک سری رزومه و یک سری امتیازها و ناک‌های متفاوتی رو از افرادی که اقدام میکنن برای این کار دریافت میکنن. خوبی و مزیت عمده PMP نسبت به گروه‌های دیگرش اینه که نمره زبان بالا نیاز نیست و همینطور مدارک تحصیلی سطح بالا. یعنی به عنوان مثال یهو برنامه PMP ساسکاچوان میاد میگه من نیاز به یک تعداد آشپز دارم یا یک تعداد کارگر دارم یا یک تعداد مهندس آیتی دارم با زبان CLB 5. مثل حالت کلی اکسپرس اینتری رزومه بالا و زبان بالایی از متقاضیان دریافت نمیکنه. به خاطر همین یک پروسه تقریبا راحت برای کسانی هست که نمرات زبان بالا ندارن و مدارک تحصیلی بالا ندارن.